چشم عیب از مردمان بردار و عیب خود ببین. هر کسی عیب خویش بیند از همه بیناتر است. فهمیدی سبکش؟ امی یک جمله برای افغانستان دمی کامنت نوشته که وقت تبان سفر بالا تیر نکو. از سر خود شروع میکنم. اولین جمله رو خودم میگم. شما ممی ارزش داره سفر بالا تیر نکنین. یک جمله برای وطن ما نوشته کنین. افغانستان شهر بچه‌ای داره که جوریش دیگه کشور نداره. تو هم یک از اون شهر بچه‌های وطن هستی. دمی کامنت یک جمله برای وطن نوشته که جانم هستی.